السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب محمد سلیم مومد در خدمت شما قرار داریم. از روی احساسی که در مقابل انسان و انسانیت داریم، بخصوص به هموطنهای عزیزی که در بیرون از افغانستان و یا چی در داخل افغانستان است، احساس فوق العاده داریم، بخصوص در مورد تعلیم و تربیهشان. روی همین احساس بوده که من خود را وادار به این ساختیم که یک رساله را تحت عنوان مصروفیت های سالم برای اطفال و نوجوانان طرح و ترتیب نمودیم و در خدمت شما آن را قرار می دهیم. در تدوین و ترتیب و طرح این رساله بسیار دقت و از مهارت مسلکی کار گرفتیم که در این رساله بسیار موضوعات شامل است و از هر نگاهی سنجیده شده. الف معیارها و استانداردها. موضوعات شامل این رساله مستقیما با مضامین حساب و هندسه، یعنی ریاضی، فیزیک، زبان مادری، رسم تکنیکی، رسم نظری و کار دستی ارتباط میگیرد که مضامین متذکره شامل نصاب مکاتب مسلکی و مکاتب عمومی مربوط وزارت محترم معارفه. لذا به استانداردهای ملی و بین المللی کدام مغایرتی ندارد. به مفیدیتش، مدل های پروژه هایی که در این رساله طرح گردیده مدل هایی هستند که از مواد ساده محیطی و ارزان قیمت و در هر جای و هر وقت این مواد به وفرت یافت می‌گردد. پروژه های مطروحی مذکور از نگاه نام، شکل، ساختمان و محتوا هم فهم و جزء ضروریات زندگی روزمره همه می باشد. مدل های متذکره توسط وسایل و آلات و مواد بسیار ساده که در هر خانه فامیل که از علم تکنیکی، حرفه ها و هنرها در آن اثرات و علاقمندی باشد به فراوان وجود می داشته باشد، مانند کاغذ، قلم، خطکش، پنسل پاک، قیچی، کتر، چاقو، گونیا، جدولکش، شابلون، کاغذ ترس، سکاش تیپ، سرش، تخته کار و غیره مدل های مورد نظر توسط اجرای عملی های لازم به دست می آید که تمام آنها در نوشته نمی گنجد. جیم ترتیب موضوعات در برگیرنده از ساده به طرف مغلق با در نظر داشته سینین و سویه های درک علمی و عملی اطفال ذکور و اناث درجه بندی شده است. اول، از سن 4 الی 7 ساله برش اعداد طبیعی، برش حروف الفبا، برش اشکال هندسی، برش و تهیه پاکت برای نمایش و نگهداری اعداد حروف و اشکال بریده شده متذکره. 2. از سن صنف اول الی سن صنف سوم بریدن و پیوستن اجزای مدل تیاره، بریدن، شکل دادن و ساختن مدل فرفرک، بریدن و پیوست نمودن
اعضای پرندگان برش و پیوست نمودن اجزای تخته اعلانات. سوم، از سن صنف چهارم الی سن صنف ششم ساختن مدل کبوتر، ساختن مدل قوطی، ساختن مدل قوطی و سرپوش آن، ساختن کتابچه جیبی. 4. از سن صنف 6 الی سن صنف 9 اطفال اوناس برش اشکال تزئینی، برش و تزئید اشکال تزئینی متناظر، برش اشکال تزئینی غرض دوخت، برش اشکال تزئینی غرض دوخت، سرش، پیوستن و رنگ آمیزی آنها. 5. از سن صنف 6 الی سن صنف 9 ساختن مدل ماهی، ساختن مدل سبد گل، ساختن مدل شیت گروپ، ساختن مدل زنجیری گلها. 6. از سن صنف 10 الی سن صنف 12 ساختن مدل گلهای مرسل، ساختن مدل گلهای بهاری، ساختن مدل گل گلاب، ساختن مدل شکوفه ها. در نتیجه به طور خلاصه گفته میتونیم از نظر و قضاوت تهیه کننده این موضوعات، یعنی خودم، موضوعات از هر نگاه مفید، مصرف کننده، قابل تعمیل، قابل مباحثه، قابل نمایش، با ارزش، باعث رشد استعدادهای زیبایی شناسی، ابتکارات، کنجکاوی، رشد احساسات رقابتی سالم و رفاقتی می شود که می توان در صورت پیشرفت و رو به پختگی منبع عاید و سبب شهرت و باعث مسلک برای آموزنده گردیده و زندگیشان به طور مثبت به پیش می رود. و من الله توفیق.